من باشه بلکن میرم سیکم میرم یا نمیرم خوش دارم شغال گیری خب چیز هست دیگه میرم شغال دیگه من گتک بزنیم پس کلی میگه ایدم این سر بچه هم نه نگه با خود رو گم میزنی لورده میکنی چیز شاگل میگه بیا بریم به شغالگیری با شغالگیری هم میرو شغالگیری گرده همه بعدش همه چند روز بیشتر که بدن نگم هم کلم شغال نداره شغال کن میده کدو اوه تو یک کار کن میفهمی چیکار میکنی من اینو 600 دیپه 600 ای که 600 نی 500 سیدیه خوبه 600 میشه 600 میشه نه چیکار کنم میره قصه مودین و ما یکی نیم کیلو گوشت بغضاله میسینی زیری فورا میه دلم برق بری میه که میمون داریم بده همه بعد باشه لالا ایدم قصبی محمدین اومد که اما 2 کیلومتر راه گردن همه بند باشه که با ما گفتن که بیا که میریم به شغالگیری میرم چه کار میشه خود شما بریم میگم از صبح من خراب نکوش خوش بخی بس صبح برو باش شغالگیری بخی دیگه تیز دیگه بخی شغالگیری دیر میشه بخی دیگه میگم اگه سکیل پنچر شد 50 مصرف کنم چیکار شده که سکیله میشه مثلا هم تل داره هم پنچیری گرفته تیار کرده باید چی خراب میشه بخی دیگه بخی وای 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 یعنی یک روز سر من بزنو بلند خوشم چه بستدی؟ عجب دیوانیه ای یعنی یک روز سر من بزنی بلند خوش شد که یکی بره چیزی بگم برای وقت و گفتم باشه بردا برو دیگه سکیل زودتر بیا دیگه بده خوبه اشتري جيلة خير سماواتي شست اینو چیکار کنم؟ برو به قصبی محمدین اومد برم برم قصبی محمدین اومد 1.5 کیلو گوشت بزغاله تا به گلالا مرای کده میمون داره که من میرم به شغالگیری ای هم از تو برو دیگه من نمیزنم لالا چرا بزنم تو لالا؟ یا ما گله بزن چرا تو رفتی؟ دیونه ما به شغالگیری میرم شغال بیارم گردن ما بند باشه اول شغال میدم با تو رفتی؟ گردن ما بند نگه لنگه ما برو بفهم خواب رسیدی بفهمیدی برو 100 تایی کن که مردم بگه با این بچی هیچی بدن نه که من میزنم دلجا مشو برم پیش میمونه کلوانه بله وردا میتونی روشن کنی؟ روشن کن و در رو وانه کن همین چی روشن کن لالا نمیبینه برو شکل به دستت چیکار میکنه؟
خوبی سکل به دست چی کار میکنه تو؟ تمام مشغل گرفته بیستی عملی ما گفته تو برو گوش بس. این برفتی و شهر رفتی یا؟ بله. گیلک به کجا رفته؟ تمام مشغل گرفته و تو شغال هم یا. تو نگفتم که دیگه سکل سواری نکنی؟ گیلک ما بیستی عملی گفته برو گوش بس. اگه گیلک به تو بگه خود رو چای اندازه چای میندازی؟ گفته برو گوش بس تو. گیلک به دست تو دادو؟ بله. بد کرد گیلک اشتباه کرد گیلک ما گفتم ما مشغل گرفته. اگر از اون شغل به تر نکردم بفهم که من این ریش خشک میتراشم نه بیشتر هم میشون. اما تو بزن من بریزن دونه تو ما گیلک گفته بیستی عملی گفته یه بیستی هم از تو. گفتم بد کرد که به تو بیستی داد تایی بلورا هیچی نه. همی هست که به چی ناده ای تو این سکل به هم چی میگه؟ وقت به تو این سکل میخوره که تو سوار شده این سکله گیلک گفته بود. با میگه گیلک گفت بیا برو سر رو دیگه نخوام آمده به نمازگر این سر رو این تیار میکنم چه سیکو تو؟ من تو میگو سرمه بزین و بلند نمیشه یکه دیگه دیونه تره یه ساده تره بره تره بزیر دست نمیفتادم پول دادم به دست دی وای پیش دی ورز زری که بیسی هم برای رشوت داده که تو برای قسیم اومدین اومد که بکنه دنیای و شهر نوه چه کار کنم دست از گیلک این بچه خاله مام هست برای از این چیزی هم گفته نمیتنم این بچه ما محمد بگیفته سکیل به دست داده تو برو برات گوشت برو یک دم سکیل به دست میده برو نون بستو یک دم خودی و پشت سکیل میشینه بگی ترهی که ببری وری بر ببره آخی همین بچه نادونش ضرب به زمین بزنه خود ضرب تکر کنه همین تو جواب مرداده میتونی محمد محمد بله. بیا بچه یک بار بله. ببین بار آخر تو باشه خوب که دیگه سکیل سوار شی تو سکیل گیلک میده به دست تو به دست داره میکنه رستابشون تو هم قرار که سکیل میچلفی میری از این بر به زی بر میری اما اون فکر نمیکنی که من تکر میکنه خدای نخواسته به جلوی موتر خور میندازم خور به در دیوار میزنم ما سنبورن گیلک گفته بگی برو بیستی عملی گفته بیستی هم خواهد که برو گوش بس تو. من مشغل گرفته. بعد کردی بیا عقل خودی میرفته که برای برجا میرفته برای سودا میرفت هر جا میرفت خودی میرفت چرا به دست تو بده مگر ما برار از یک زنگ بزنم که بفهمونه الو لالا شما دشتینی به خیر سلامتی شکر زنده بشی سلامت بشی خیریت میگم من از این گیلک شکایت داشتم گفتم باشه برای شما بگم انو یک گوشتونه که بدیم نصیحت کنیم که دیگه همین سکیلا به دست بچه‌ها خورد نده سکیلا به دست بچه محمد داده که تو برو گوشت بستو برو بازار سودا بستو هم یک روز دمیونی بری بر رای میکنه کار خوبی نیه دیگه کار خوبی نیه که ما و شما از خود این بچه خاله این به هم بفتیم به خاطر این کار یعنی این بچه من خدای نخواسته پوزی بخونی شما همین تیالا میکنم لالا آخی آدم سادیه تو بفهم و نگو سادیه من میفهم که سادیه به هر چیزی میفهمه همین کار نمیفهمه که شاید همینو تکر کنه همین سکر دست این بچه نادون بدم اما ما بگو بریو نصیحت کن لالا بگو بریو من نمیگذارم من نبودم نه که نمیگذاشتم که برای سکیل بستونه و بالا شه و به سکیل بالا شه بری بره خوبه دیگه لالا همین گفتم یک خواهش بکنم گفتم همین یک نصیحت چیزی خیر بینی بچه خاله خیر بینی دویده میری لباسا خور میداری رو مکتب میری خب دیگه غیر ازدیری هم نکنی به سکیلام سور نشی بده تیز
چکار کردیم؟ مالار بیا آوردیم بعد کنتاک کردیم. خوب امنا رو بچینیم بالی هم دگر آماده باشه. باز من میتونه کی برم میخوام میام سعی میکنم چی رقمه. با لیست اینا رو بگیریم خلاصه. خلاص لیست اینا پیش ما هسته. خلاصه. خوب باشه من میایم باز. من میام. باشه من میام. خداحافظ. با خود کی داری؟ سلام علیکم آقا. علیکم. خوبی بخیری؟ شکر. و خودم شاگردا بخول دیگه ما رو میت دیوونه جون ما کردم. از ما کاسته همین برار ما گیلا کاسته. ای کمرد کار نیه. فقط اگر بم دکون کنی میام 2 دقیقه استاد با می جمعه به سلام میره. ای فقط بگذاریم که خوشه. بگذاریم که خدا بم سر همین کوچه خدای بچه‌ها تا باشم شوخی مسخرگی کنه. از کار از این خلاصه. چرا براریت ناراحتی؟ خدا خیر بش کنه. البته دکون تا اون کردی. ای بچه خاله ما امروز زنگ زده که تو برار تو گیلگ مسکل رو دست برار ما داده. بچه ما داده. خب. ما پول دادم دست گیلگ. خب. که برای قصیبی ما دین اومد از چیز از شهر نه 1 کیلو گوشت رو بغداد بستو که مهمون داره. خب. گوشت پولا رو داده دست بس نواسه خاله ما. دست محمد. دست محمد داده خود سکل. خب. ای کو برفته او هم کو برفته شغالگیری. آیا برای ما کو دیوانه شدم. تو کمک کن نصیحت کن. خیال من همیر به شما بگم برارمه همین گیلک کورتکاکیه همیر کو باید بفهمه که همین بچه نادون توان همین سکل داره با چر سکل گیلک به دست ازی بده میگم مکو سودایی شدم مکو نمیفهمم اصلا به وجود خود اصلا نمیفهمم چی کار کنم من چی خاک سیاه بسر کنم خود از خود اگه ما که به خونه هم رای میکنیم که میگیم برو سکن نه چیز میزی ما که بری بستونی خب باید ایتا میکنه دیگه چی کار کنم آخر شما ما میگیم چی کار کنم بعد کنم که نمیسته کار یعنی برو تو کمک کن نصیحت کن سگم چیکار میکنی بابا جان نصیحت کردن کو سر ما بترخید بگاب نمیفهمه هر چی هم میگیم نمیفهمه بکشیم هم نمیشه برار ما و شما نه چیکار کنیم مجبوری ماله حالا با کجایه من چی خواهدم میگم به شغال گیری رفته چیکار کنه شغال میگیره انمی کار بو مونده بوده هیچ فکر تو باشه نماشون بیا ایره اگر از اون شغال به تر نکردم فهمه چینیم این دیگه خود هیچ چیزی اصلا نمیفهمه بفهمیدی حالا بچه خاله به شما زنگ زده بود بابا خود کارا نمیکرده یک پای میده که بدن خود راست میام راست میگه حقم داره یک بچه داره اگه همون بچه از او کاری بشه یا خدا نکرده اون سکیل رو به زمین بزنه یا کسماسر به جلو خواه بزنه آیا این بچه خاله ماریالا میکنه نه حقم داره ما و شما از این برار ساده خواه کار داریم از اون بچه خواه کار نداره داره یعنی میگه چیکار کنم برو ایر بوشونیم نصیحت کنیم اگه نصیحت نشد باز من خودی زیگاب میزنم ایر من میبرم به دکون دیگه نمیذارم کم سر خور بالا کنه من میرم به دکون میرم که این بارا رو بیاوردم تا کدام شاگردا زنگ زدم مالی برو فهمیدین چی دکوندری کنی که تا من رخ بده دکوندری میکنی و تا سر کلمه که شاگردا و مالار بیاورده